کنید. بعضی وقتها باید دنده عقب برید، برعکس پیشرفت حرکت کنید. این برعکس حرکت کردن مثل کشی میمونه که شما تجربتون جوری بشه پرت بشی به بی‌نهایت جلوتر. بعد همه دنده عقب ها پس رفتن، بعضی‌هاش دلیل پیشرفت داشت. اگه دیدی جاده های زندگی تا هدفت اینقدر کوچیکه، تو باید خودت فراتر از هدفتون جاده های زندگی حرکت کنی. از اون جاده بیا بیرون، خودت چالشش رو اعلام کن، هدفت حرکت کن.